سلام بچه، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو جنجالی. آقا قبل از اینکه میخوای به فاک نری دیگه هر چیزی من به تذکر دادم لطفا هندزفری حتما وصل کن. حالا میریم سراغ خود ویدیو. خب آقا امروز اومدیم یه ویدیو که جدیدن جنجالی شده، خیلی داخل فضای مجازی پخش شده. قضیه از این قراره که یک پلیر کال آف واز آقا اومده به بازی فری فایر توین کرده. آقا این بازی رو من خودم به شخص خیلی دوست دارم، بازی خیلی خوبیه. هم کال آف رو دوست دارم هم فری فایر رو دوست دارم، واقعا بازی خوبی هستن. خلاصه آقا این عزیز ما، این کسکش کونی مادر جنده، این اومده آقا به یکی از بهترین یوتیوبرهای فری فایر که خیلی زحمت کشیده، واقعا زحمت کشیده. از همون اول که من ایشونو ساب داشتم، آقای سامان بالدو که یوتیوبر خیلی خوبی هسته، یوتیوبر مردمی هسته، واقعا ویدیو خیلی جذابی میشه. این دیوس مادر به فاک اومده آقای سامانو هیت کرد. یعنی چی؟ تو اصلا آقا تو مال این حرفو نیستی، تو با اون چنل 200 تو با اون تو کسکش کونی مادر جنده، اصلا هر چی نمیدونم به این کونی مادر خراب چی بگم. آقا ببین تو ویدیوشو فقط ببین نگاه کنیم چه چیزای کس و شعری تفت داده. فقط شما فقط نگاه کنین ویدیو رو. کاری نداری داداش، تو به لحن صحبت کردن دیگه هم رحم نمی‌کنی، اونم حتی مسخره می‌کنی. در این حد بدجنس و حال بهمزن و بی‌شرف و بی‌ناموسی که حتی اون طرز حرف زدن آدمام داری مسخره می‌کنی. ای والا داش سامان، دقیقاً حرفی که داش سامان، این یه کسکش مادر به خطای حرامزاده کیری هسته که بلد نیست. آقا نمیدونه که هر بازی که برای بار اول میاد ممکنه هنگ داشته باشه، نتونی داخل بازی خوب باشی. معمولا نسخه اول هر بازی اینطوری هسته. ادامه ویدیو ببینیم. خدا بچه من حریفش نمیشم، خیلی کسکش بدجنس مادر تو گاییدم. تو چه نقدر شیطونی کسکش. باز یه بچه سال دیگه پیدا شد. بریم بچه سال اون همه کس دو مادر کسکش کونی جندته که هر شب میاد خونه پیش من کس میده. کونی این چیا گفته. خب سید بالاخره این بچه سال فری فایر پلیر نوب سگ مادر قهوه هدایت شده حرومزاده مادر جنده که هر شب مادرت پیش من میخوابه، از کیر من میخوره، لیست میزنه. تو کی هستی؟ واسه کی اومدی ادعا میکنی؟ حرومزاده اصلا خراب کردی مادر جنده. اصلا ارزش نداره من به ویدیو تو نگاه کنم. توی مادر به فاکو. بچه ازتون میخوام هر کسی که عاشق، واقعا عاشق سامانه، بیاد زیر کامنت ها اینو پاره کنه که یک دوم چنل ما رو ساب کنه. من یک از طرفدار پرپوز داشت سامان هستم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.